طی سالهای اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه کشاورزی بخصوص برقرارسازی و بنیاد باغ و تاکزارها توجه خاص ظاهر نموده ایستاده است. در دایره سیاست اگراری دولت یک قطار برنامه‌های دولتی قبول و عملی گردیده برای از نو احیا نمودن باغ‌های کهنه، بنیاد باغ‌های نو، بهتر نمودن حالت ملیتوی زمین‌ها و بلند برداشتن حجم استحصال محصولات کشاورزی تدبیرهای مهم و سریع وقتی اندیشیده می‌شود. محض در نتیجه چنین سیاست سازنده امروز در گوشه و کنار کشور صدها گکتار باغ و تاکزارهای از بین رفته از نو احیا گردیده، هزارها گکتار زمین‌های بیکار خوابیده دوباره به گردش کشاورزی وارد می‌شوند. اولا السلام علیکم. کسانی که منو گوش میکنن یا در نوار میبینن و همه شما هم تن صحت خاطر جمعی و در اهل عائلتان و کارشان همه بهبودی آرزو میکنم. من سابق اغرنام کشاورزی همین سلخوز مرغدر بودم، سابق سلخوز مرغدر. حاضر در عین حال در نفقه هستم. در سالهای طولانی اینجا این کجا من ایستاده جا موضعی که برگد 5 رقم داشت. اگر خطا نکنم یک 450 تن انگور سال میکرد. بعد از تمام شدن سابق شوروی عموما این موضعی که من ایستادم اینجا به 29 کیلومتری که اینجا آبیاری میشد. در دوره سلخوز 29 کیلومتر آخری قطعش توسط کانال مرغدر از سابق کانال مرغدر. بعد از فشار دادن اتفاق سویتی سالهای بعد از 90 گویم عموما اینجاها آب ندید گویم میشد. همین رحمت همین زنکای همین من برگد 5 برگد 6 که از حاضر گوسر یک گوسر دو میکنن همینو در همین کانال گویا که شبانه روز همینجا خو میرفتن سودکبای خودی که دینوال نچکل میباشتن دینوال نباشد آبیاری کردن به همه اقلیم همین درختای برای نگاه داشتن. نه که یگان علاج نبود برای که یک گکتار زمینی تاک به 1200 متر مربع کوب آب لازم. این روش گذشت با مردم رحمت به پرزیدنت ما امام رحمت همین دهقانا دستگیری کردن. با من این دولت های خارجی که یار رسان میکنن همین های دهقان به فهمانده دهقان به یاردم کردن که پرزیدنت ما با دستگیری با پرزیدنت و دستگیری ولایت سوخت رهبرش ها ما همین توک‌های همین باغ‌های از نو برقرار تماما نابود شده بود. تماما نبود اینجا. من همین حاضر مثلا همین مساحتی 200 گکتار زمین عموما هیچی نبود. شما با حاضر بغیر شوپ خالی همش خوش شده بود. اشراب نبودن آب. رحمت من این 2 سال شد من از دو پولک گفته که جای ما من آب رو آوردم با دستگیری من ولایت سوق رئیس سوق من آب آمدن کانال با من حاضر روید اگر هر یک دهقان خودش نقص میکنن چیزی که همین اینجا عمر بعد یکان بار آبچه گفته که گفت نمیدید همین پیاز یا کارتشکه یا وای کردن اگر حاضر بینید اگر میگوید که نه اینا اگه آوردیم همه خودش به خودش نقص میکند که من زمین دارم و همین زمین با آبم میرسد گفته که من کتی زندگانی میکنم. هر کن دیگر گفت گفتن ممکن همه چیزش نیکی رحمت کلان که من همین مساحتی که همین زمینی که حاضر من وابسته شده است خواجگی دهقانی دارم 4 گکتار قریب 377 است همش به آب میرسد. توق دارم
22 گکتار باغ دارم. اینا همیشه ما بعد از وای دستک شنونده کرده بود. خودمو من همه آب نمیشد اگر اینا هیچ کرده نمیشد. سوخته رفته بود. از نه برقرار کرد. از نه. حالا حاضر بچه‌ای که پامیدور من حاضر من نشان دادم پامیدور یک 20 سوتک زمین با پامیدور کرده من گل کرده. خدا اگر خواهد نصیب باشد ماهی سنتیابر ممکن که اون طرف پامیدور و امکانات 6-7 با این البته این همش با تشبس اول دستگیری پرزیدنت کرد. هم پرزیدنت یک نمیدونم آدم خوشا کار کرده این که من و آدم که همه این آدم اثرشون از دوره ویشون کارشون سر کرده همه خوشا قشلاق 5 بار میدونن. برای همینم این میگم که میبخشتن این یکم کس گذشتگاه تانکت یا پیشنگاه تعریفی و اینه لیکن در حقیقت دیده ایستاده که خدا تعالی با تشبس استقلالات این با تشبس استقلالات سیبرگم همین که خواهید اگر آباتان هست چیزاتون هست همه چیزاتون مهیا فقط کار کردن در کار کار کردن در کار فقط جوابگری کم کردن در کار هر یک شهروند سکند که ما همه روز ساعت کاریم همه خیلی هم که اقل 10 ساعت اگر برای وای کار فرماییم همش جابجا میشه. یک چیز وقتی که زمینه داد چیز داد دولت بایم یک چیز دادن در کار دولت ببینید دولت آن چیزی که خلق است این خلق اگر کنید هم ارزانه هم زندگانی نقل میشه. یکی از چنین نمونه‌های روشن در شهر پنجکین به نظر میرسد. زمانی سرخوزی مشهور مرغدر یکی از خواجگی‌های پیشقدم منطقه به حساب میرفت. این خواجگی با استحصال و صادرات میوه‌های خوش‌صفت نه تنها بازار جمهوری بلکه کشورهای آسیای مرکزی و بیرون از آن را نیز تامین میکرد. اما بعد پاش خوردن اتحاد شوروی این خواجگی بزرگ با مشکلات زیاد روبرو گردیده قسم زیادی باغ و تاکزارهای آن نابود شدند و زمین‌های حاصلخیز از گردش کشاورزی بیرون ماندند. من از جماعت لایق شیرعلی رئیس محله دهه قیصر پایان صاحب و مقدس می باشم. من همین زمین هایی که ما زمین های کارم پولیزی که داریم این 29 کیلومتر کانال مرغدر ایستاده است. ما 5 سال از آب تنقیص کشیدیم و تشبس خلق ما عهد بستیم که ما از قبور آبکشی دوپله از دایره زرفشان با تشبس خلق مبلغ‌های خلق کردیم یاردم آقا خان کردیم با رهبری رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده از قبور آبکشی دوپله با 5 کیلومتر مسافه آب پالیزی با 246 گکتار زمین برآوردیم. ما منتدار خودمان را بر جناب عالی امام علی رحمان بر رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده من حاضر همین زمین‌های هیچ که باوری ندارد که همین زمین‌هایی که بیکار خورفتگی زمین‌هایی که خوش شده رفتگی بود امروز من همین خیلی دو درخت‌ها حاصل به در آمده است تاکا حاصل به در آمد زمین اما شفابخش زمین شد ما من خلق کار کرده ایستاده است 246 گکتار زمین بعد 246 تا جای کاری پیدا شد مردم من کار کردن حاصل گرفتن همین زمین استفاده بردن این همه کارهایی که ما کردیم برای 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان می باشد. تاجیکستان همه وقت به پیش رحمت به رهبرا ما ادرن خودمو بابر ایگنبردی رو انتخاب کردیم اون بچه جوان فرزند همین دیار هست ما این بابرم وای میکنیم این نداره میکنیم که خیلی بچه جوان که بود کار ما پیش رفت موقعی همه کار خودمو کردیم رحمت رهبرا با رحمت جناب عالی با رحمت رئیس ولایت با که ما امروز همین آب رسیدیم من خدا با شکر من 2 سال باز مردم کتشکه گرفته است تاک با انگورو هست سیبو من انداخته خور رفته زمینا کپ کبود شده است همینش بهم رحمت هموتون با تشکیل کننده همین کار و همش به رحمت عمر همین آب همتون بتیاد من رئیس محله من
منم 45 سوتق زمین داشتم. من خدا به شکر تاکم برقرار شد. نهالای نو کردیم، باغ جوان پیدا کردیم. 16 هکتار زمین با تاک حوازه کردیم. من حوازه تاکم 2 ساله شد. همین تشبوس ها برای خلق بود. منتدار خودم از نام اهالی قیصر پایان با تشبوسکاران همین کارها، اول به جناب عالی رحمت کلان، به رهبران آقا خان رحمت کلان، به رئیس ولایت رحمت، به رئیس شهر پنجکین که شب نگفتن سحر نگفتن موقعی کار کردن، منتدار خودم و منتدار همه اهالی را بیان میکنم. با شرافت اقتصادیات دولتی جمهوری تاجیکستان و توجه پیوسته رهبریت عالی کشور امروز باغ و تاکزارها دوباره احیا گردیده کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعت تازه گرفتند. در این روند فعالیت خواجگی های دهقانی قوسر 1 و قوسر 2 نمونه روشن می باشد. این خواجگی ها که زمان قریب از فعالیت بازمانده بودند امروز از نو احیا گردیده در آنها باغ‌های نو بنیاد و تاکزارهای برقرار کرده می شوند. به استقبال 35 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان محله قوسر پایان جماعت دهاتی به نام لایق شیرعلی تصمیم گرفتند که با یک تحفه ارزنده این جشن مقدس را پیشواز گیرند. من اگمبردی بابر ساکن دهه لایق شیرعلی جماعت لایق شیرعلی میشم. من همین مردم دهه کلخازچون مردم قوسر پایان جمع شدیم یک جای مصلحت کردیم که همین 35 سالگی استقلالیت دولت با یک چیز تحفه کنه. همین نگاه کردیم که آب ما نبود، آب تنقصی داشته بودیم. برای همین گفتیم که یک برای همین آب بروریم. جمع شدیم قرار کردیم گلگی شدیم و همین آب تشکیل کردیم با دستگیری رئیس شهر پنجگین، رئیس ولایت ما، رئیس جماعت ما، من خلق یک جای شده دستگیری همینو دستگیری پرزیدنت کتی همین کار تشکیل کردیم. یاردم کردن همینو. خدا ما مبلغ گذاری کرده 5.5 کیلومتر با آب کشیده برآمده. تشکیلات آخوانم یاردم کرد یاردم کرد. من خدا خواهد اگر من این 35 سالگی استقلالیت دولتی با من این کار تشکیل کردیم برواریم همه چیزها همه باغ و تاغ کبود کردگی نغز زراعت و نقش شدگی. من با باوری گفتم میتونم که ساکنان بهار قوسر پایان ایده استقلالیت دولتی را با سر بلند پیشواز میگیریم. با متحد نمودن نیرو و امکانیت های خود آنها مقصد گذاشتند که 246 هکتار زمینی که سالهای زیاد از سبب نبودن آب پالیزی از گردش کشاورزی بیرون مانده بود دوباره به گردش کشاورزی وارد نمایند. ما یک گروه مردمان همین قوسر پایان خواستیم که همین ایده 35 سالگی تاجیکستان با یگان تحفه کنیم. ما بسیار سالها همین زمین همین پایان قوسر پایان آب تشکیل میکشیدیم. ما همین فکر با آمدیم که همین خلق کتی ما همینجا یک آب براوره همین زمین آبی کرده خواستیم همین هم تحفه کنیم و هم خلق ما آباد شود. همین کار سر کردیم. رحمت همین خلق ما با که من گفتن که تو رهبری میکنی همین کار را سر کردیم. و مهانه حاکم شهر پنجکین، حاکم ولایت، خصوصا پرزیدنت ما دستگیری کردن، ما هم یاردم کردن و ما هم همین با توفه خدا ما خلق ما خداش دویده همین کار تشکیل کردیم. من خدا و شکر آب برآمد همه جا کپ کبود شد و رزق روز مردم به و یک 3 ماه روزانده مردم پول جمع کردن و همون نفس های برآوریم همه جا کبود شد. اینا حوصله‌اش من 35 سالگی به خدا خواهد خلق میخورن دسترخوانشان آرام بکنن. با همین مقصد در مجلس عمومی ساکنان یک دلانه بابور اگمبردیف رهبر کارخانه تطبیق لایحه انتخاب گردید. این تشبوس
از جانب رهبریت شهر پنجکند، حکومت ولایت سوق و رهبریت عالی مملکت همه جانبه دستگیری یافت. در نتیجه در مسافه 5 کیلومتر توسط قبورهای آبگذر از پایگاه آبکشی دوپله آب پالیزی به این زمین ها رسانیده شده آرزو و آمال چندین ساله ساکنان دهه غوسر پایان عملی گردید. راهبر پایگاه آبکشی غوسر پایان بابور ایگنبردیف ضمن صحبت با ما ابراز داشت که در مجلس عمومی ساکنان با باوری مردم راهبری کارهای تطبیق این لایحه به او واگذار گردید. به گفته او با دستگیری پیوسته رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده، رئیس ولایت سوق معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده در پرتو سیاست سازنده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با مبلغگذاری ساکنان محله این اقدام مهم عملی گردید. با تاکید بابور ایگنبردیف تامین 246 هکتار زمین با آب پالیزی تحفه خاکسارانه ساکنان محله با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. او اظهار داشت که در آینده این زمین ها به باغ و تاکزارهای حاصلده تبدیل یافته دسترخوان ساکنان کشور را با میوه های تر و تازه وطنی غنی خواهند گرداند. در انجام او به همه ساکنان و هر یک شخصی که در تطبیق این تشبوس سازنده سهم گذاشتند اظهار سپاس و منتداری نمود.